حیات محمد سعید شاسانویچ سال تولدم 1963 شهروند تاجیکستان برای جستجوی برادرم آمدم. برادرم 2 سال شد اینجوری ما اون رو گم کردیم و ما با تماس نیست، در علاقه نیست. او زن دارد، 3 فرزند دارد، 2 پسر 1 دختر. از تمام مهاجران فدراسیون روسیه احتراما خواهش می‌کنم که کم برادری ما حیات ایدیبک شاسانویچ 20 سال تولدش چند بود؟ 1979 آخرین بار در شهر یکاترینبورگ در آنجا کار و فعالیت میکرد، از همانجا گم شده است. ما به چندین جا و چندین یار رفیقامون که در شهر روسیه هست مراجعت کردیم و آن را توضیح دادیم کس اما تذکر آن در اونجا است. من خودم یکمی مای 2017 به شهر مسکو آمدم و به من گفتن که در طرفهای سیستاکل ما به قریبی رفته آمدم و در آنجا اون را گرفتم. اصلا دانش مهاجران احتراما خواهش می‌کنم که اگر از برادر ما اگر سراغ باشد و اکرم رحمت شریف ما مراجعت کردیم و همون کس چکنان اینها با ما خبر می‌دهند. شما چه گفتنید؟ با کی با صحبت بودید در کجا بودید؟ همچنین می‌خواهیم که برادر ما را دریافت کنیم از همه برادران مسلمان و برادران همه هر دارد که جای باشد نباشد برای ما التماس از شما خواهش می‌کنیم که برای ما برادر ما را خبر باشد به اکای کرامت الله شریفوف خبر دهید به سایت اینترنتیش انشاءالله که همه شما هم می‌ندار می‌شویم و اکرام. سلام علیکم. موافق نوشته عریضه شما سالهای طولانی برادر شما همراه قصور بچه خود که با برادری اویلش بود در شهر یکاترینبورگ و حتی پیش از گم شدن آنها همراه زندگی میکردن و امروز ما با شما در وقت تلفن صحبتی با برادر جمشید برادر اویله خود برادر شما است. آخرین مرتبه که آنها دیدن سال 2014 بود و پیداش شد در یکی از بازارهای برنامه مسکوسکی شهر یکاترینبورگ. امروز برای ما و شما یک چیز ضرور است، چون که در حالت پرسیدن از ما و صحبت با جمشید با شخص نزدیک برادر شما در تن یگان منطقی نداشت و با کسی هم رفیقی خوب نداشت، کاری خودش رو میکرده رفیقی نداشت. من در آن وقت پیدا شد که از سال 2014 بعد از وی دیگر خبری از این نیست. هرچند در جمشید 3 مرتبه از سخنان شما معلوم شد که سفری وطن داشت با پدر و مادر با علیه و صحبت میکرد. از تجربه کاری ما امروز بسیار شهروندانی که گم میشوند که یافتنش نمیشوند جای آنها در حبسخانه‌های روسیه هستند با نام و نسب دیگران. وقتی دستگیر گرفته میشوند اونها فامیل نام خودشون دیگر میگن اونجا تو رو از بدن خود دور میپرد. دیگه اینکه هست که وقتی زنای هستند که در روسیه اونها از خود میکنن برای که سیمی هست که وقتی که پسر بچه ها میدونن در اونجا گراودان گرفته میشن تو مثلا از داغستان آزاد کردن ما از دیگر جا بودن شهری که اونها بردن و کار فرمودن برادر ما برادری کلانی شما میشود برادری کلانی شما مای سال 2017 با همین یک صفحات شما در اینجا بودید. اما مثلا نظر نمایید تو عجب اولا یکی برادر شما امروز خبری نیست، 2 برادر دیگر در روسیه، یک اویلا 5-4 نفرند. یکی در مهاجرت مهنتی، دیگرها در گفتگوهای برادر با در روسیه در اون بودنی پیدا کردن برادری خود است. اگر از هر طرف میابینه هر یک اویلا ممکن از 10 اویلا یک اویلا که از 20 اویلا یک اویلا
در همین این روزا احوال شماست. برای چین لازم است خبر هم از روسیه و تاجیکستان بین آنها میگیم باید همیشه باشه. درست رفتنی پسر بچه که رفت و دستی کی افتاد با کی رفت چون روسیه دولت بزرگی تمام است که اینجا بینید اگر که ما را نتونن ویر بابت کردن نه که با بدی نکشیدن بردن با دولت‌های اسلامی جنگیدن دیگر واسه که روسیه میتونه ما را در حالی در سر یک میز استول نشستن دیب عاشق شدن یک مشاکی این مای است خودی مای هم پسر بچه ما از مای بود آنها فراموش کردن ما را کار میکنیم چون که مراجعه شما بود بودن اینترنتی نسبتی پروگرامی که هست در روسیه در گفتگوهای شما میشه میگه پروگرام شدیم انتظار شما هست این هم بود از طرف شما با قسم اینترنتی باوده حتی جواب نگرفتید لیکن این روز یگانه خوشبختی است که خوب از گرفته است هست سایتایی که از طرف مهاجر است مثلا اومدی ترجمه میکنن سایتی که از سیفوی همچنین فیاد نکلاس سیفوی فیسبوک اینا پیدا میشدن بسیاری پیدا شدن بسیاری چیز مونده که آنها اومدن پیدا شدن دخترچه گم شده پیدا شد پسر بچه گم شده ما از گیره بکنم این هست هر روزه کلی ما با شما سلامت باشید همونجوری ما میدونم که اولی بخواه خیلی 10 سال 12 سال گم شده بود خیلی چید حکم فرزندی پدر مونده گفتن اون خیلی دسترمون رو خیلی فرزندش خودتون باشه خیلی شد این خب برادرش هم در اونجا بود است باید مطلوب گفتگی مرا نکرد مطلوب اگر که من بود یک عریضه رو نیست که مراجعه میکرد من لابد کردم من بودم به یک موجه در مورگو در رفتیدنی شخص و یا میگرونم از زمینه بینام شخص میگرونم مراجعه میکنم این برای چی مراجعه نکنیم یکی ترس است دیگری که نداشتنی سواد است سواد نداشتن برادر ما خونه که وقتی ملت تاجی این سوال شده میگیم اینا که نوشتن سخن گفتگو میزنن شما بسیاری بچه ندارن سواد این سواد شخص میترسد شخص نزد نیست بسید